افراسیاب با شنیدن این سخنان دستور بسیج سپاه را صادر کرده عازم میدان جنگ می شود. رستم نیز به سپاهیان ایران فرمان پیشروی به سمت لشکر افراسیاب را میدهد. بر سر راه سپاه ایران دژی قرار دارد به نام دژ بیداد به فرماندهی کافور، نامی از پهلوانان توران زمین. رستم این دژ را چندان مهم نمیدید که خود برای در هم کوبیدن آن وارد جنگ شود. از میان سواران و یلان سپاه گستهم را با 3000 سوار برای در هم کوبیدن دژ بیداد روانه می‌کند. دژ بیداد را فردوسی چنین توصیف می‌نماید: وز آن جایگه لشکر اندر کشید، به یک منزلی بر یکی شهر دید. کجا نام آن شهر بیداد بود، دژی بود و از مردم آباد بود. همه خوردنیشان ز مردم بودی، پریچهره‌ای هر زمان گم بودی. به خوان چنان شهریار پلید، نبودی جز از کودک نارسید. پرستندگانی که نیکو بودی، به دیدار و بالا بی آهو بودی، که آهو اینجا زشت و ایراد است. از آن ساختندی به خوان برخورش، بدین گونه بد شاه را پرورش. گستهم برخلاف انتظار با مقاومت مردم و نگهبان دژ بیداد روبرو می شود. بسیاری از سپاهیان گستهم به دست کافور دژبان کشته می شوند. گستهم بیژن را برای آگاه کردن رستم از وضعیت میدان و کمک خواستن از او به اردوگاه رستم می‌فرستد. فردوسی میدان نبرد گستهم با کافور را چنین روایت کرده است: مر این مرد را نام کافور بود، که او را بر آن شهر منشور بود. بپوشید کافور خفتان جنگ، همه شهر با او به سان پلنگ. دقت کنیم تمام دژ با اون. کمند افکن و زور میدان بودند، به رزم اندرون پیل دندان بودند. کافور وارد میدان میشه، میگه همه تیغ و گرز و کمند آورید، سر سرکشان را به بند آورید. فراوان ز ایرانیان کشته شد، به سر بر سپهر بلا گشته شد. رستم خود را مانند باد به میدان نبرد میرساند. با دیدن فراریان از میدان جنگ و کشته‌های کشته شده از سپاهیان ایران را در شاهنامه این گونه می‌خوانیم: بدان سان بیامد بدان رزمگاه، که باد اندر آید ز کوه سیاه. فراوان ز ایرانیان کشته دید، بسی سرکش از جنگ برگشته دید. عده فردوسی را به ضد غیر فارس زبانان ایرانی می‌دانند. شاهد را هم این گونه ابیات از سروده‌های حکیم طوس می‌آورند. این برداشت به نظر من کاملا خطا می باشد. این افراد رجزخوانی در میدان نبرد در آن دوران را که نوعی جنگ روانی بود بین دو هم نبرد را نمی‌فهمند. یک نمونه از این رجزخوانی‌های شنگل و رستم را با هم بخوانیم: بغرید شنگل ز پیش سپاه، منم گفت بغرید شنگل ز پیش سپاه، منم گفت گرد اوژن رزمخواه. اوژن به معنی نابود کننده و فنا کننده و افکنده است. واژه فارسیه و همیشه هم به صورت مرکب میاد. شنگل رستم را در مقابل بگویید کان مرد سگزی کجاست رجز میکنه. بگویید کان مرد سگزی کجاست، یکی کرد خواهم برو نیزه راست. شنگل رستم را در مقام خوار کردن سگزی به معنی دهاتی و نه معنی مجازش دهاتی میشه، سگستان، اهل سگستان نه اهل شهر مینامد. نه رستم نیز شنگل را به بدگوهر و بدنژاد خطاب میکند. رستم میگوید بر شنگل آمد به آواز گفت، که این مرد بد نژاد فرومایه جفت. مرا نام رستم کند زال زر، تو سگزی چرا خوانیم ای بدگوهر. میبینیم جواب های هوی است. فردوسی هم از زبان هم نبردان این بیت ها را به قلم آورده است. بازگردیم به رستم و کافور. به کافور گفت ای سگ بدگوهر، کنون رزم و رنج تو آمد به سر.
کافور توان مقابله با رستم را در خود نمی بیند، به دژ پناه می برد. دژ بیداد به دست رستم گشوده می شود. فردوسی عاقبت دژ بیداد و ساکنان آنجا را چنین نقل می کند: دم آتش تیز، باران تیر، هزیمت بوزان سپس ناگزیر. چو از باره دژ بیرون شدن، گریزان گریزان به هامون شدن. در دژ ببست آن زمان جنگجوی، به تاراج و کشتن نهادند روی. توجه باید کرد جنگ است و در جنگ شیرینی و حلوا پخش نمی کنند. این رستم است که دستور بستن راه خروج دژ را می دهد و کشتار و غارت را آغاز می کند. چه مایه بکشتند و چندی اسیر، ببردند زان شهر برنا و پیر. بسی سیم و زر و گرانمایه چیز، ستور و غلام و پرستار نیز. کافور و ساکنان دژ رو به سوی اردوگاه افراسیاب میآورند. افراسیاب با دیدن این شکست‌ها و شنیده‌های جنگ مازندران و بودن رستم در میدان دچار تردید گشته. از پایان جنگ و صلح با متحدان و سرداران سپاه خود داد سخن میدهد که در بالا اشاره کرده بودم. بی جهت نیست که عنوان حکیم به خالق شاهنامه داده شده است. فردوسی فقط نقل کننده روایت‌های راویان پیش از خود نیست. فردوسی در هر واقعی نقل شده در کتاب‌های در دسترس خود نظر دارد و برداشت خاص خود را از آن اتفاقات و رخدادها بدون جانبداری از این و آن بیان می‌کند. فردوسی کارهای مثبت و منفی همه را در سروده‌های خود در معرض داوری خواننده خود می‌گذارد. حتی رستم دستان را امروز با متر قرون 21 حکیم طوس را به قضاوت نشستن نشان از بی اطلاعی آن افراد دارد، چه آنها که از شاهنامه فردوسی شاهنامه می‌دانند و چه آن دسته که از سروده‌های فردوسی ضدیت با خلق‌های غیر فارس را به نمایش می‌گذارند. فردوسی را مانند تمام به تاریخ پیوستگان باید در ظرف زمانی خودشان به قضاوت نشست. همراه ابوالقاسم فردوسی شده وارد چادر افراسیاب شده به مشورت او با سران سپاهش گوش دهیم. چو از باره دژ بیرون شدند، گریزان گریزان به هامون شدند. تکرار میکنم اون رو. در دژ ببست آن زمان جنگجو، به تاراج و کشتن نهادند رو. چه مایه بکشتند و چندی اسیر، ببردند زان شهر برنا و پیر. بسی سیم و زر را گرانمایه چیز، ستور و غلام و پرستار نیست. تهمدن بیامد سر و تن بشست، به پیش جهاندار آمد نخست. پس از این پیروزی کشتار مردم دژ بیداد به دست رستم به گیو همراه 10,000 سپاه دستور حمله به ختن را میدهد. بفرمود تا گیو با 10,000 سپردار و برگستوان و سوار، شود تازیان تا به مرز ختن، نماند که ترکان شوند انجمن. چو بنمود شب جعد زلف سیاه، از اندیشه خمیده شد پشت ما. بشد گیو با سواران به جنگ، 3 روز اندران تاختن شد درنگ. جعد اینجا تاب و شکنجه موه که اینجا شب و فردوسی توصیف کرده و به مو. رستم پس از دست کشیدن سپاه از کشتار تورانیان 3 روز اجازه استراحت و شادخواری به سپاه میدهد. روز 4 دستور بسیج لشکر و حرکت به سوی اردوگاه افراسیاب صادر می شود. از اینجا دنبال میکنیم برسیم به اون بیتی که مورد نظرم بود. از آن پس چنین گفت که در 3 روز بباشیم شادان و گیتی فروز. 4 سوی جنگ افراسیاب، برانیم و آتش براریم ز آب. حال بشنویم زبان حال افراسیاب را از زبان فردوسی. پس آگاهی آمد به افراسیاب، که بوم و بر از دشمنان شد خراب. دلش زان سخن پر ز تیمار شد، همه پرنیان بر تنش خوار شد. به دل گفت پیکار و کار کیست، سپاه است و بسیار و سالار کیست. گران رستم از که من دیدم، بسی از نبردش بپیچیدم. بپیچید زان پس به او آواز گفت، که با او که داریم در جنگ جفت.
یکی کودکی بود برسان نی، که من لشکر آورده بودم به ری. بیامد تن من ز زین برگرفت، فرو ماند زان لشکر اندر شگفت. چنین گفت لشکر به افراسیاب، که چندین سر از جنگ رستم متاب. تو آنی که از خاک و آوردگاه، همی جوش خون اندر آری به ما. سلیح است بسیار و مردان جنگ، دل از کار رستم چه داری به تنگ. ز جنگ سواری تو غمگین مشو، نگه کن بدین نامداران نو. به این بیت دقت کنیم. گفته‌های رویش کرده های تازه به دوران رسیده به افراسیاب است. چنان دان که او یک سر از آهن است، اگرچه دلیر است و هم یک تن است. سخنها کوتاه زو شد دراز، تو با لشکری چاره او بساز. سرش را ز زین اندر آور به خاک، از آن پس از شاه ایران چه باک. نه کیخسرو آباد ماند نه گنج، نداریم این رزم کردن به رنج. این بیت را آقای جلال مطلق و جنیدی این گونه نقل کردند. نه کیخسرو آباد ماند نه تخت، نه ایران نه بوم و نه شاخ و درخت. صفحه 617 از جلالی مطلق و 456 آقای جنیدی. ادامه. نگه کن به دین لشکر نامدار، جوانان و شایسته کارزار. از این بیت به بعد اصل مطلب. ز بهر بر و بوم و پیوند خویش، زن و کودک و خرد و فرزند خویش. آقای جنیدی آورده اروند خویش. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، بهاید که گیتی. آقای جنیدی میگه کشور به دشمن دهیم. چو بشنید افراسیاب این سخن، فراموش کرد آن نبرد کهن. بفرمود تا لشکر آراستند، به کین نو از جای برخاستند. تمام اینا برگرفته از صفحات 580 581 582 از تصحیح عبدالحسین نوشینه. و در خاتم اضافه میکنم که باید شاهنامه رو به عنوان درسنامه دید، که متاسفانه ما نه درسنامه دیدیم، گوش شنوایی هم و گفته های فردوسی نداشتیم و چشم بینایی هم برای درست خوندن و دقیق تر خوندن شاهنامه نصیبمون نشده بود. سران کشوری و لشکری اگر به شاهنامه مراجعه کنن، سعی میکنن به سرنوشت افراسیاب و افراسیابا دچار نشن. پیروز باشید تا بعد.